بچه کیار چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی امروز. یه خرید خفن زدم، همونطوری که روی تامنیل دیدید. رفتم و مودم خریدم بعد از سالیان دراز. مودم پاکت مشخص از نمایندگی ایرانسل گرفتم یا نه. مودم مودم 2X28 و look at this نگاش کن اصلا مثل آیفون باز میشه لامصب. تو در باکس که چیزی نیست. اینجا خود مودم را میبینید که توی پاکت چقدر کار سخته. در اومد. توی باکسش دیگه چیزی نداریم. بوی کهنگی میده، چون بچه اگر نمیدونید این مودم ها دست دو میان توی ایران و اصلا نو ندارن. یه سری مدل X28 کوروش نو داره که خیلی قیمتاشون فضاییه و من این مودم رو امروز تاریخ 5 فروردین ما خریدم 5500 و به نسبتا خیلی مودم تمیزیه. همینطور که میبینید خیلی، من یه مودم خیلی تمیزش سعی کردم بخرم. و اینجا جای سیم کارتشه که سیم کارت عربیش الان توشه، سیم کارت اماراتیش و این سیم کارت اماراتیشه که میندازیم بره و یه دونه سیم کارت TDLT ایرانسل داریم که این الان من میندازم داخلش. این سیم کارت ایرانسلمون اینجوری باید بره داخلش، تک سیم کارت و خیلی خفنه دیگه. اوکی، سیم کارت ایرانسل خورد داخلش. این مودمشه. خوبه. این مودم X28 بسی خفن دیگه. تو باکسش چی داریم؟ این پایین آداپتور اورجینالش و یه دونه کابل لنه که کابل لنش اونقدر به کارمون نمیاد. کابل لنشو فعلا میذاریم سر جاش. مودمو بزنیم توی پریز، چون از این 3 شاخه های تبدیل نیاز داره و کابل شارژش هم یه کوچولو چرک مرکه. ولی خب دیگه خوبه دیگه. با قیمت 5500 مودم 5G واقعا بهتر از این مودم دیگه تو ایران واقعا وجود نداره. با این قیمت، با این مشخصات با قیمت و با این مشخصات واقعا مودم گل تو دیگه بهتر از این نداریم تو ایران. و اینم برقش میخوره اینجا. کار کرد. خب مودم زدم تو برق و همونطور که میبینید علامت روشنیش اومد، علامت وای فایش اومد. 4G و 5Gش منتظریم بیاد بالا و این آنتناش که تیوی اینجا آنتن میده، ولی خب باید صبر کنیم و بریم. من دیگه مودم رو دیدید بچه، سیم کارت انداختیم داخلش. بقیه‌اش رو من روی سیستم سرعت تست سرعتش و اینا همه رو براتون میذارم و امیدوارم که این مودم برامون چرخش بچرخه و کلی کار خفن باش بکنیم و همین دیگه بریم تست سرعت و اینا هم بگیریم. خب بچه‌ها نوبت تست سرعتشه. من حالا یه دور تست امتحانی گرفتم روی سیم کارت TDLT ایرانسل و واقعا سرعت مثلا این سرعت حالا الان یه کوچولو بیشتر بود، نمیدونم چرا نظر کمتر شده. یه دور دیگه تست بگیریم. ولی این سرعت توی منطقه ما فوق العاده است. روی TDLT ایرانسل ساعت چنده؟ ساعت 10 شب که پر ترافیک ترین حالت ممکنه این سرعت رو داره میده. واقعا عالیه. تایمای یه کوچولو خلوت‌تر رو احتمالاً خیلی بهتر بده و یه دور دیگه تست بگیریم.
آره تا 60 خورده ای هم بهم داد اینجا. الان میبینید الان آره رفت رو 50 48 47 48 50. این سرعت اصلی پینگ اونم 97 داده. میبینید تا 56 هم رفت 57. و برای این منطقه و TDLT ساعت 10 شبی که انقدر ترافیک شلوغ و TDLT انقدر سرعتش پایینه، واقعا سرعتش عالیه. حالا تستشو با همراه اولم براتون میگیرم میذارم که ببینیم چه جوریه. They got is a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. The zero gravity, they got is a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. همونطور که دیدید این مودم خفن رو رفتیم گرفتیم امروز و با هم آنباکسش کردیم. چیز خاصی تو باکسش نبود. اطلاعات تخصصی تر و حرفه‌ای ترش توی اینترنت فراوونه، میتونید ریسرچ کنید و ببینید. و همین دیگه، دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.